او سلام علیکم. سلام بچه سوزی خوبی؟ چه برده سوزی سلامتی خوبه که برا که خوبه از نگاه تنجه؟ اکاس کرونا که با مشتو همی گرانی سر نشون دادم. همون گرانی سر نشون بوده که من چند تا یک 5-6 ویدیو کم باور نکردن. این همه خودت نمی با بعدیم نمی دو روشید نمی جای مکان. نگاه کنی نمی هم تو فهمیدی؟ مرو هم نشون میدن. روخی مثال راهش میدن میروانه تو چکورا فقط قبیل استم. ناموسم بخشه ممکن نیست. تو کی رفت ابدی؟ بخشه بگو بیزی بای بخشه چه رفتم گنده وضعیت بیزی بای با کدام به چسب بده چی بده ورم قبیده بیزواره نیست بسم این نوگره شد سیام جا باز ما بسارتان پیش برم بخورستم ده و دامو چند روشی دم جا حوض شما در مشتکو این چند خیلی رفتن تا؟ برادیس مشتکو و دایم قضاقا میدونن میمونی نمید نیترالکای چه اینجا داشته داریم داشت نشون را درستن این اینجا کدام گراجدانی نه اوزبه قضا و قرغزه یا ممکنه هم یه پلاسای توجیکو نمکشه ممکن است اگر توجیکو هم گراجدانی باشه رفتن میتونن؟ اگر توجیکو گراجدانی باشه به او چی رفته باید سر چند روزی رفتن تا؟ ده روزی نمیجایی دیم روشه اکا وزیرت چون مراو داری اونجا بودم و اصلا 3 روزی نمیجام او نمیدونم یاد ویدیو را میپرتم بچه ها اخورات که اصلا تا ویدیو دا که شایطانی میکنی او خیلی نمی بچه ها را اکا بوار کنن هم از حد کویزه روست در بخدو اینه فورا مورا اینه یوم بیرم اینه اوزبکان اینه ریاد همه توجیکا اکا بخشه نمیسا بخش اونا میتن بخشه خونده ممکن نیست بگن 10 روز 2 تموشین 3 تموشین سابقیست حاجی خطا چند خشی رفتن تا همجایی؟ اینه خیلی موقت دیگه روزش میشه یا ما اخیر نه ولی اگر جواب نتاید 3 روز دیگه وقتی ما همونجا اگر همین خلقتی جواب تانه این لابد اگر ما فرسون بگم چند روز همونجاش نه پیش ها؟ چند روز این اکاز اینجا چند روز همینجا اکا چند روز چند روز شده همینجا ما 3 روزگه ایشان این از 3 روزگه 3 روزه اکی اولی پیش دانه یو این ایجا اوزه را ممکنه از خواه بکنیم را ایسه توجیکو بچه ممکنه ای بچه این همه تنها ای ماشین در چند نفر داری؟ ماشین در که 3 کس 3 نفر بردی همجا ایستگین همجا ایستگین خیلی خداوند مشکلیتون آسان کنه این هم سوز کرده که زنگ دادیم انا اولا پرسون شدیم برای که من توای ویدیو هم من ایسانن که دروغ های گذاشته اومده استیم این نمی اگرانی خدم اوماگی خدم ایسه اینا با او روز یا اکر رفته با چند روز ایستاد اینا خدت هیچ باور نمیکنن که مقصد که با همه شخصایی که میگیرن آدمو را گرین سمه گذارن انمی احوله چی اکا توجیک ممکنه کدام گراجدانی توجیک ازبکستان قزاقستان قرغیزستان روسیه ممکنه همه کدام توجیک مقصد ممکنش نیست اینا در روز همه میگن 2 ماشین 3 ماشینشون ساعت دیسن این قزاق هم ممکنه بازیو میروان او را جواب دیسا نه فهمو خیلی خداوند مشکلیتون آسان کنه این ویدیو را میگذارم یکی اگون که از بدادمون میرسه وخی یکی جوابون میتن خب خدا نگهبانتون در پناه خدا باشه سلام علیکم مردم خلق تاجیکستانی دوستان گرامی از وقتی که وضعیت بیزیب شد سرحدا را محکم کردن با عذاب سردیستن پای هم میگفتن که مقصد اگر امکان داشته باشین بسیار سخت مجبور نباشین یعنی مقصد که نرین ولی خب خیلی همون اولش ما اومده بودیم علاکه این خبرها را بگیم که در راه بدیم که بچیندیم
الکی برای ما مقصد که می ایستاد که بیم یا ریسک کنیم و یا میگذاریم یا نه. ما انیم چند روز ایستادیم، عذاب کشیدیم، زحمت کشیدیم، بعد او با یک بکانیم رفتگی دیروز اینا گذاشتن اومدن، امروز بود اومدن، مقصد بعدی 3-4 روز هم مجدد کردن در گرانیسا. اینا نواری که دیدین حاضر زنگ زدن، من نمیدونم خیلی حاضر ویدیو ما چند قپس میبرویا نکی امروز انا ششم مای. خب حاضر زنگ زدن که اکای نمو مقصد 2 روز همی جاییم سوال دادن دیگر را که 3 روزی استگن. اولی هم باور نکردیسن، مردم میگه که با بعضی تای ویدیوی ما دنای سندن که دروغ میگه شیطان میگه هم اینجا گذاشته اومیسن نکی بعضا وقت خوی میتن نکی 3 روز معان میشه همونجا. خواهش میکنم که اگر که سخت ضرور نباشه و شخصایی که آدمو را گرانیت میگذارونن اوانیم مردم اگر بسیاری بعد ضروری بعد نباشین بتونین که یگان هفته یگان ماهی دیگر توقت کنین، بهترش نگذارین چون که میرین عذاب زیاد میکشه. اینا 3 روز میستین در اونجا رسخت کردن نکن غادی و پرژیوات زحمتش همش مقصد که عذاب ای. خلاص کلام حوزی وضعیت هنیم تیل نشیده است در سرحدا همون خیلی که بود یگان هفته پیش همون خیلی ساگی در یک سوتکا 2 سوتکا یک ماشین 2 ماشین همین خیلی جواب داریسن. همون شخصی که میخواهم بگذارن گرانیسا یا که میویان بهترش که نیویان، بهترش الان نگذارن یا که تاجیکستان نیویان. برای چی؟ به خاطر که چقدر معان میکنن، چقدر عذاب میکشین، زحمت میکشین. اگر که در باره مشکلی ها یا که سوال هایی که در درون میته خودی ما اومدیم مثلا برادرها تلفناشون گفتن همون سایت هایی که دارین خواه یوتیوب باشد خواه کانتاکت باشد یا تلگرام چیزی که نباشد همه امورا میبینن، واتساپ دیگر چیزا میبینن. یک ده سوال میتن مقصد فلان کس میشناسی بیشتر از همون ما را کو سوال ندادن، یک ده بچه‌ای که همونجا گفتن ما را سوال دادن میگه که بیشتر از مخالفی دولت سوال میتن، یک ده عالم دین سوال دادن همه را میشناسی نمیشناسی اون نماز میخونین فلان بهمدان از قبل همیو. بعد یک ده برادر دیگه ریشه گرفته بودن، اینا ما که به خاطر که نگیرن گفته عالم نکنه ما خمون گرفتیم گذاشتیم گفتیم خیرش بده است با ان شاء الله ما خدا که اگر خواستین که بمونیم با میدوا امی ریشو را انیم پرابلم کردن. ما در همون گرانیسا ریشمون دویدگی بگیم که کنتوکن و کردگی بود. او سببش چی بود؟ به خاطر همون چیزان کردن بگیم که یک دیس خانی گنده هم گفتن که رشته نمیگیری خیلی خیل ما ریشمون بگیم کنتوکا کردگی اومدیم به خاطر که رد 2 سوتکا اومدیم بود در اونجا 1 سوتکا دیگه ایستادیم چون ریشی تاجیکی داریم غوصه در یک روز 2 روز تیزه معلوم میشوه، تیزه جوس میشوه. با همین خاطر انا خریشمون دارم اونجا دویدگی بود با گرفتیم. خلاصی کلام شخصایی که مقصد میخواهم که به پرابلم بگذارن بعد اگر بگو که تلفن نبرم امیانیم در دستشون یک بهانه تیار میشوه با همین خاطر انیم بچه‌ها را گرداندن. دینا از یک برادر من گفته که در چی بدین در فیمیس بدیم گفتن که یک برادر مقدمون اومد گفت که تلفن ندارم، گفت تلفن نداشتش بگرد برا گرداندنش. بعضا پرابلم وقتی مقصد میل چی پرابلم وقتی گرداندستان اگر نیاز نباشد بهترش که نین. خب خیلی نورا یا بعد از گفته هم پیش از گفته هم میگذارم که خیلی حوزی در مشتکا چی گپ است. خدا نگهبانتون.